سلام و درود. امروز اومدیم با نقد و بررسی دیوارپوش پلیمری، اینکه ببینیم این دیوارپوش کجا کاربرد داره و آیا ارزش خرید کردن داره یا نه. خب اول از همه به مشخصات و ویژگی‌های این دیوارپوش ما اشاره می‌کنیم. ابعادشون 50x50، ضخامتش حدوداً 2.5 سانته، قابل شستشوی کاملا، آنتی باکتریال، کندسوز، بعد قابلیت رنگ پذیری داره، یعنی پس فردا مثلا رنگ پنل خسته شدید میتونید رنگش رو عوض کنید، هم با رنگ روغن هم با رنگ پلاستیک. بعد نصب آسون و سریع داره، خودتونم میتونید انجام بدید نصبشو. خب ویژگیاشو با هم دیدیم. حالا این دیوارپوش کجاها استفاده میشه؟ دیوار اتاق خواب، پذیرایی، لابی ساختمونا، محیط‌های اداری، تجاری، غرفه، مغازه و هر جایی که حس میکنید میتونید یه فضای مدرن و شیکی رو برای خودتون تعبیه کنید، میتونید از این دیوارپوش استفاده کنید. حالا برخی از دوستان در نگاه اول شاید با خودشون اینجوری فکر کنن که چون این دیوارپوش جنسش از پلاستیک فشرده است، در اثر فشار و یا ضربه خورد میشه، میشکنه و از بین میره. در صورتی که اینجوری نیست. اون برندی که ما کار میکنیم کاملا از پلاستیک نشکن تشکیل شده. شما حتی زیر چرخ ماشین هم بندازید این دیوارپوش نمیشکنه. حالا خودتون بگید، کسایی که تجربه خرید این دیوارپوشو دارن به بقیه که میخوان تازه خرید کنن، آیا این دیوارپوش ارزش خرید کردن داره یا نداره؟ لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنونم از نگاهتون.